خب شما خلفای اسلام در ترتیب نام ببرید. میا خلیفه. میا خلیفه خلیفه اسلام است. ویس خلیفه. شیطان بگو شخصا ایره بگایر. بخی برای بغیره. چرا کدی خود قاشق آورده اینجی؟ کدی پیامبر نان بخوری؟ نهار بخوری؟ حالی 4 بجه است نهار تمام شده. جهنم شام میتن اگه میخوای روانت کن. نه دیگه قاشق آوردی باید بری بخی. جهنم جلق 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 جلق. کسکش یک دوتا گناه کلان هم انجام میدادی کلش جلق زدی تو. خدا گاییدی. هوریای مره هوریای خودت هوریای بیادر دیگه ما بمزی بیتی که وضعش بسیار خراب است. بخت برو بهشت برو تو. سلام علیکم پدرجان جورستی بخیر قربانت. نماز خواندی روزه گرفتی زکات دادی کار خوب کردی ها. 40 سال نماز خوانده سیست همین معنی سوره حمد بر من بگو بیشتر روانت میکنم سیست بگو منیش خر کستو چرا هم نماز خواندی معنیش نمیفهمی 40 سال یک چیز گفتی معنیش نمیفهمی چی فایده او باید جهنم روانت کن بخش باشه ببرید جهنم دیگه بچه‌اش تو خودت اعتراف چی کردی گناه کردی کلی گناه کردی مقصد دلت پاک بوده دل پاک اینجا آنتن نمیتفهمیدی جهنم بردارش بخی دل پاک کریم در دل پاکت فهمیدی کل گره گایدی اونجا دلت پاک بوده بخی برای هر کس تو یک گناهی کردی که برای خود شیطان قفل اونا خود شیطان خواهی نداره اونا انجام میده کس کش تو چیکار نکردی کس بی غیرت کدی حیوان تو در سگ هم رحم نکردی شیطان تو رو گردن نمیگیره گردن میگیری؟ میگه نمیگیرم جهنم ببریدش